فتنه ها اینجوریه که خدا سیمیلیت میکنه، سیمیلاتور نصب میکنه، ماجرا رو شبیه فروپاشی نشون میده که همه خودشونو چیکار کنن؟ نشون بدن. آره شبیه فروپاشی نشون میده. شبیه این نشون داد موسی مرده. گفت بزنین موسی بمیره اینا چیکار میکنن؟ موسی وایستا ببین. گفت اینا خیلی قوم خوبه، تورات رو ردیف کنیم بهشون بدیم بره. وایستا عجله داری نگاه کن. یه 10 روز دیگه وایستا. خدا انقدر 30 روز من بعد برم برگردم. وایستا داریم حرف میزنیم دیگه. کجا میخوای بری؟ بشین 2 تا چای بیشتر بخور. چش ما که حال میکنیم، ما گفتیم وقت شما رو نگیریم خدایا. مثلا خب بشین یه 10 دقیقه دیگه بشین. یه 10 روز دیگه بشین. 10 روز دیگه نشست برگشت. یا ابوالفضل بعضی شده گوساله اون وسط علمونه. او چه خبر شو؟ کی به کیه؟ چندیم؟ آها انا قد فتنا قومک. گفت یه خورده سیمیلیت کردم نبودن تو رو، ببین چی شد. آره سیمیلیت میکنه، همه میریزن بیرون. فقط الان خوب رصد کنید، ثبت کنید. ساکت بودی تو، اونوری حرف زدی تو، چیکار؟ بنویسید الان، بنویسید الان، فقط ثبت کنید. ثبت اینا بعداً خودشون میان منجی نشون. ماجرا رو شبیه فروپاشی نشون میده که همه خودشونو چیکار کنن؟ نشون